بعدی در آمدن به بهشت الله تعالی همین گپه میگه که خوانو و تجوید خوان. بعد رهی روان خوانده رفتن میگیره در کجایی که حفظتون به آخر رسید همونجا جاتون. هر چقدر مابین جنت روید همون قدر مکان قیمتش. شهرم اگر شهر سر شود، اگر همون لولوکای شهر به قول مردم خانه های ارزان، سنتری شهر، مرکزی شهر قیمت تر، یعنی هر چقدر میان جنت رفتن گیرید همون قدر جایی بهترینش. آدمی که علمو قل هو الله احد میداند خیلی همینم اگر نصیب باشد خوشا به حالش به هر حال، یعنی میدارد همین 10 متر میرد همون قدر جاش هست. آدمی که قرآن را پرره حفظ میداند اون خیلی میرد. آدمی که یک پاره میداند خیلی میرد خیلی. این به قدر حفظش. کسی که قرآن حفظ کرده است و فراموش کرده است و گناهش، بعضی علما امام نووی در کتاب التبیان فی آداب حملة القرآن آوردن که خیلی گناهی کلان است.